گه راست گه پرپیچ و تاب و دور و درازند راه ها. اما شیب و فراز این راه، هم دلگدازی و هم دلنوازی این راه برای چهره نوبتی برنامه ما کی هاست که آشناست. زیرا کم نه غم نه 5-10 ساله می شود که پیوسته روی این راه روان است و مثل که ترانه راه می سراید. در عالم اندیشه آواز خاموش راه را می شنود، براه راز می گوید، از راه حکمت می جوید و حتما که می یابد. زیرا عالم جوینده و یابنده اعتراف شده در عالم علم تاجیک. علی محمد خالف، نامزد علم‌های فیزیکی. این مراتب داستان زندگی و داستان پژوهش این عالم سرشناس ملت را ما گروه ایجادی داریم بله. بفرمایید دیگر بیننده ما. علی محمد خولوف، نامزد علم‌های فیزیکی، کارمند انستیتوت فیزیکی و تکنیکی به نام عمروی اکادمی ملی علم‌های جمهوری تاجیکستان، زاده دهه سبز و سیرابی نودوند ناحیه درواز وطن. بعد ختم دبستان ده سال 1967 راه پیش می‌گیرد به سوی زندگی جدید و اینک راهی طی کرده. سالهای 1967-1972 دانشجوی دانشگاه دولتی تاجیکستان، فاکولته کیمیا. سالهای 1972-1973 لابرانت فاکولته خیمیای دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام صدرالدین عینی. سالهای 1973-1975 لابرانت کلانی انستیتوت فیزیکی و تکنیکی به نام عمروی اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان. سالهای 1975-1980 اسپیران و تحقیقاتگری انستیتوت کریستالوگرافیایی به نام شوبنیکوی اکادمی علم‌های جمهوری شوروی. سال 1980 دفاع رساله نامزدی. از سال 1980 با رخصت اکادمی علم‌های شوروی فعالیت را شروع کرد در انستیتوت فیزیکی و تکنیکی به نام عمروی اکادمی ملی علم‌های جمهوری تاجیکستان و تا امروز در همین درگاه در وظیفه‌های خادم خرد، خادم کلان، خادم پیشبر علم، مدیر لابراتوری فیزیکی کریستال‌ها، جانشین دیرکتور اوید به علم و دیرکتور انستیتوت فعالیت پرثمر و نظررس نموده است. قدردانی‌ها: از سال 1988 دارنده مدال اختراعکاری شوروی. از سال 2013 اعلاچی معارف تاجیکستان. از سال 2023 دارنده مدال 50 سال فعالیت بی‌فاصله پرثمر. اویلادار، همسر مهربان، پدر 2 گل دختر و 3 شاه پسر و همگی دارای معلومات عالی و باز 2 نفر از ایشان نامزد علم. باباجان سرتشویش و پرکار و غمگسار، عالم، ضیای زمان، علی محمد خولوف. استاد ارجمند، 50 سال در یک درگاه، 50 سال یک گونه کوشش، یک گونه تلاش، یک گونه طلب و پرخاش. چگونه می شود که انسان را خسته نمی کند؟ برای چی؟ برای که با چی حقه این همه محبت، این همه صداقت بر رسالت؟ تشکر زیاد. من همه وقت کوشش میکردم و فکر میکردم که از بابایان، از اولادان که درخت در یک جا میسبزد. همین 50 سال همچون درخت. من اکنون درباره میوه ها و درباره ویوش هم کمی صحبت میکنم. 50 سال حقیقتا در یک انستیتوت من کار کردم. من کار رو از لابرانت کلان سر کردم. در مدت چند وقت خود رو نشان دادم که من قابلیت کاری علمی هم دارم. بعداً من به اسپیرانتورا داخل شدم. اسپیرانتورای مقصدناکه که خود حجت‌های همه در مسکو سالهای 74 فرستادم و در آنجا داخل شدم در انستیتوت کریستالوگرافیا. این انستیتوتی هست که در جهان گویم یک تا انستیتوت کریستالوگرافیا هست که در آنجا بسیار متخصصان و اکادمیکان دوران سوویتی بسیار کارهای موفقیت میکردن. کریستال چیست و برای چی کریستال رو میآموزن، برای چی کریستال رو حاصل کردن، این برای چی ضروریت دارد؟ بله. البته کریستال اگر گیریم از کلمه یونانی معنایش یخ است. آدم یکمی مرتبه آب را دید، در وقت پیدا شد در زمستان دید که
همین آب یخ میکند. آبی که شفاف بود یخش هم شفاف است. شفاف است، میبیند که وای تماما شفاف. برای همین این رو هم گفتن این کریستال است. کلمه یونانی یعنی کریستال پیدا شد. من علمی که اکنون این رو می آموزد این رو کریستالوگرافیا میگویم. کریستالوگرافیا این فن است که در داخل این فن یکچند فن‌های دیگر وجود دارند. اساساً از گیولوژی سر کرده، سوهای گیولوژی، سوهای شیمیای کریستال ها، سوهای فیزیکای کریستال ها، سوهای متماتیکای کریستال ها هم است که این همه من می فن ها تا بیولوژی کریستال ها هم است. بیولوژی کریستال ها هم است که این همه این فن ها در یک جایگی فن کریستالوگرافیا رو میگویند. از دوران قدیم آدمان که وقتی که در طبیعت دیدن که در کوه بسیار چیزهایی که رنگش سرخ شفاف، بسیار رنگ‌های گوناگون در طبیعت پیدا شدگی، به خلاصه آمدن این چی باشد که چرا سرخ است، چرا سبز است، چرا کبود است. هر خیل رنگ‌ها را در خود کریستال‌های طبیعی دیدن و به خلاصه آمدن که این آموختن در کار این چی هست. و بعدی که آموختن استاد این یقین است که اختراع کردن. بله. اکنون سوال به میان می آید که کریستال طبیعی از کریستال صنعی با چه فرق میکند؟ طبیعی این چیزی که در طبیعت خداوند آفرید. این در نتیجه ولکان ها یا که در نتیجه حرارت های گوناگون، در نتیجه حل شوی بعضی مواد در مواد دیگر، یک مواد در مواد دیگر حل می شود. یعنی در همین حالت ها یک پیوستگی های گوناگون به عمل آمد که این پیوستگی ها یک خصوصیت خاصی پیدا کردند که آنها شکل کریستالی، یعنی شرایط مطابق شد که و توانستند که همین کریستال پیدا شود و این در طبیعت است. و در طبیعت ما اگر کریستال طبیعی را بینیم، اگر بینیم و قریب که همه طرفه سبزیش کرده است، همه طرف، چون که وای آزاد سبزیش یافت. لیکن در کریستال های صنعی، در کریستال های صنعی ما میگیریم از مواد شیمیایی تازه، آنها را پیوستگی حاصل میکنیم و این پیوستگی را میآموزیم که حرارت گدازیش چقدر است، در کدام حرارت ها و با اصول های گوناگونی حاصل کردن هم است که باید اصول معین میکنیم که این را چقدر حاصل کردن ممکنه. عالم، دانشمند یعنی شخصیت همفصله و بسیار خطبه، شخصیت دارای دانش عمیق و فکر بکری رسا، یعنی کریم الاصل، دقیق النظر و عمیق الفکر. بالاخره عالم یعنی خادم و خدمتگزار بهین علم و فرهنگ ملت، عنوان بسیار ارشد و مسئولیت بسیار بلند. عالم و راسته این کاری آسان است و هنر هر کس هم نیست و عالم و آموزگار اصیل اعتراف می شوی پیش شاگرد وقتی که اگر با داشتن سویه بلند علمی اعتراف شوی، چون چهره برنامه ما علی محمد خالبی نیست. بسان بعضی ها سهولت ساخته زمین لرزنده ندارد، زیرا حکمت از خاک بودن و خاکسار شدن را خوب دریافته. در این درگاهی به نظر عادی و ساده ولی خیلی تازه و آزاده و سازنده، عالم فعالیت هدفمندانه داشته و خودافروزی گشته شعارش طول این همه سالها و دیگر به قول همه رنگ و رنگی را دریافته از جهان از سرشت کریستال. استاد عزیز، تهیه و تنظیم کریستال های صنعی با زحمت شما و با زحمت همپیشه های شما برای همین وطن، برای همین ملت چیزا رو را دارد؟ بله، عموما سنگ های قیمت بها میگویم، سنگ های نیم قیمت بها میگویم. در این ساحه متخصصان هستند که این متخصصانی که معین میکنن که همین سنگ از این سنگ چی فرق دارد، اینها رو گیمولوگ میگویم، یعنی شخصانی که سنگشناس میگویند که اینا میتوانند که معین کنند که این کدام نمودی سنگ است، از روی رنگ، از روی سختی، از روی هر خیل، از روی مورفولوژی میگن. من اگر فرزندی من بینن همه یک مانندی به من دارد،
یعنی یک ساختار دارد. یک ساختاری دارد که به انسان هم به انسان من هم خیلی از جهت ژنتیکی مانندی هم دارد. کریستال ها هم همین خیلی هستند. کریستال ها را در طبیعت دیدن من مثال عادی هستم. اگر ما در تحت میکروسکوپ نمک آش بینیم و کوب است همه طرفش برابر. بینید کوب برین شدگی حاصل شدگی یعنی ساختاری کوب را دارد. نمک یعنی اتم ها گر 4 اتم سر کرده 8 اتم شدند و یک کوب رو تشکیل کردند. این نمک است. بله. ما دیگر کریستال رو بینیم. من همین خیلی یعنی 7 نمودی در علم کریستالوگرافی سینگونیا میگن. کلمه سینگونیا یعنی شکلی گوناگونی 7 نمود است. 7 نمودی که به همین کلاس داخل میشوند. سینگونیا انا کوب است، گکساگونالی است، ارتوگونالی است، رومبی است. من همه 7 نمودی شکل هایی که همین ساختار پنجره های کریستالی حاصل میکنند. یکم ترکیبی وای چیست؟ از کدام الیمنت ها، اتم ها، ایون ها عبارت است. حضور همینگونه سوال هم میخواستیم پیش گذاریم بسید که در مجموع کریستال چه خصوصیت دارد؟ بله. چه خوبی و چه بدی رو در خود پنهان کرده است؟ بله. ساختار معین دارد. بله. ساختار دارد که من همون در اساس اتم ها جابجا شوی یک پنجره کریستالی می شود. پنجره میشد. یک پنجره که باید اینا همشون به فاصله من اگر کوب شود و یک کوب در اساس 4 اتم است من همین به فاصله تکرار شده رفتن گیرد. یعنی سمت خودش رو میگیرد به همون سمت و حاصل شده رفتن میگیرد. ما باید دانیم که ساختار پنجره های کریستالی که همین مواد حاصل میکند چگونه است. اینو میآموزند. یعنی اینا میگن معین کردن ساختار پنجره کریستالی این علمی مخصوص است که معین میکنه که مسافه بین 2 اتم چقدر است. مسافه هر یک اتم رو باید ما دونیم که چقدر است. از روی همین ساختار یعنی گیومتری ساختار کریستال رو دونستن من در کار. گیومتری یعنی چی است؟ یعنی همون شکلی که وای میگیرد باید ما دونیم. از روی شکل بعد مسافه اینها رو حساب میکنن و معین میکنن که ساختار استرکتوری همین مواد چگونه است. و بعد ساختار رو معین کردن ما اکنون دونستیم ترکیب چیست، ساختار چیست. دیگر قدم دیگر میموندگی باید ما آموزیم که این چگونه خاصیت ها دارد. یعنی خاصیت اپتیکی دارد، خاصیت الکتریکی دارد، خاصیت مکانیکی چقدر است، خاصیت دیگر شکل های گوناگون اصول های شیمیایی و فیزیکایی را ما باید دانیم. سختی چقدر است و این چگونه است، حل شونده است یا حل نشونده است. انا این خاصیت های فیزیکایی و شیمیایی این را دانستن ما در کار و بعد از آن خلاصه بروری کردن می توانیم. من این را همه وقت در وقت برآمدم من میگم که باید ما با پرینسیپ های SSR کار کنیم. SSR این معنای سوئیس سوسیالیستی ریسپوبلیکا ندارد. این معنای رو دارد که عالم باید داند ساستاف، ترکیب، структура, свойства и результаты. Если будет это три, اگر این 3 چیز داند результаты верны или неверны. انا از روی این شما میتونید من همین فکری من است که اگر همین چیزا دانید شما درباره همین معلومات پررا داده میتوانید. از سال 1980 تا امروز بعد دفاع رساله نامزدی علی محمد خالف با کوشش، با کاوش، با طلب و پرخاش‌ها در این درگاه فعالیت دارد. طول این سالها موضوعهای علمی که با راهبری علی محمد خالف اجرا شدند یک چند مراتبه بهترین موفقیت‌های علمی در حسابات‌های اکادمی علم‌های آن زمان شوروی اعتراف شدند. زیرا مقصد این کارهای علمی جستجو و پیدا نمودن مونوکریستال‌های فونکسیونالی نو با اصول‌های گوناگون و آموزش ترکیب، ساختار پنجره‌های کریستالی و خاصیت‌های فیزیکی شیمیایی آنها بود که این علم را عالم خوب می‌داند و تا کنون خیلی خوب در عمل هم تطبیق می‌نماید. در این سمت نتیجه گیری بله. که اول مثلا معین میکنید ساختار را، بله. بعد مثلا می آموزید، بعد خلاصه میبرید. در همین سمت بسیار دشوار و برای متخصص شاید شیرین چه مشکلی ها هست و در مجموع باز چه دستاوردها؟ بله. بسیار سوال عجیب است. کریستال همه حاصل کردن نمیتونن. بله. من خودم در ساحه حاصل کردن کریستال ها متخصص هستم.
یعنی وقتی که شما ماها بعضی حالتی بود سالها کوشش میکنید حاصل نمیشود حاصل نمیشود اون کریستال حاصل نمیشود ترکیبش معلوم همش معلوم میدونید همش که چگونه است میآموزید همش وقتی که کریستالیزاسیا میمونید کریستال حاصل نمیشود و بعد چند وقت یکی میبینید حاصل میشود میدونید این چی است برای شخصی که همین شخصی که همون کریستال نبود شما باید حاصل کردید ایجاد کردید من همین کریستال من خودم با اشتراک من با دیگر شاگردان قریب 30 تا نمود کریستال های نو ایجاد کردیم. و بار اول کی بود؟ بار اول وقتی که من در اسپیرانتورا میخوندم من یکمین بار من با پورگی گفتم میتونم در جهان که در نزد من مسئله گذاری شد که تو یکمین مرتبه در اساس کریستال ها لازر ساز لازری پرقوته که و توانه که در حرارت های بلند تا 2-3 هزار گرادوس مواد رو حرارت گدازشش رو شما وای گداخته توانید و من اول بسیار در هیجان افتادم که من خودم متخصص ساحه شیمی بودم من چقدر لازر میسازم این بسیار مشکل بود برای من بسیار مشکل بود لیکن در مدت یک نیم سال من لازر ساختم خودم لازر ساختم و با واسطه همین لازر یعنی من دیدم یک لازر قطعی نمیشه 2 تا لازر ساختم و اگر حال از روی سخema گیریم از 2 طرف همین لازرها را نوری لازرها روانه کردم و توانستم که تمام موادهایی که حرارت بلند دارن آنها را من حرارت گدازشش را آموزم و مهمترینش آن شد که این یکمین اصول شد که می توانید که در مدت کوتاه‌ترین شما فهمید که همین مواد کریستال می شود یا نه. چقدر خوشی آورد. یکی از کارهای اساسی من همین بود که من باید گویم که من این مواد من میتونم من میبینم که همین کریستال می شود یا نه. موضوعهای علمی که در دوران شوروی ما کار کردیم اونها همشون موضوعهای بودن که بسیار مخفی بودن اکثریتشون. من کاری که موضوعی که ما کار میکردیم این موضوع جستجو و یافتن کریستال های نو بود. منم خیلی موضوع بود که ما لابراتوری که و هنوزم ادامه دارد همین کار ادامه دارد تا امروز ما فقط ایجاد میکنیم چیزی نو ایجاد میکنیم. من پارسال سال 2021 من یک تا کریستال نو گرفتم که برای ما یک شهادت نامه پیونری دادن یعنی یکمین مرتبه کریستال ما حاصل کردیم نیست در خودی اینجا با یک کارتاتک امریکایی است که در اونجا تمام پیوستگی ها و کریستال های هستن اونجا جایگیر شده است وقتی که ما وای گفتیم از دیگر از مسکو و بلاروس یا دیگر جا رفته دیدیم همین خیلی کریستال همین خیلی ترکیب نیست وجود نداره و این ما یکمین مرتبه ما هم کریستال ما حاصل کردیم همین کریستال نو یعنی ما میتونیم که اکنون گوییم که نه اینکه این کریستال یک چند کریستال های نو هم حاصل کردیم که ولی ما تا حاضر آنها را فقط آموزش کرده استادیم ما تا نآموزیم ما این چیزا ما به چوب نمیرسونیم ما اول میبینیم اول وای میکنیم میسنجش میگذرونیم بعد بله یعنی استاد عزیز فعالیت خیلی جالب است برای شما بله بسیار عجایب است بله مجرای زندگیتون چگونه جالبیت دارد مجرای زندگیتان درباره خانواده قصه کنید استاد زندگی شما فقط کریستال نبود شاید خانه بود فرزند بود رسالت بود البته پیشی زن و فرزند بله البته من صاحب شکر خدا 5 فرزند هستم همه اونها صاحب معلومات عالی هستند درباره کریستال میدونن البته درباره کریستال میدونن اونها و 2 نفر اونها نامزد علم هستند 2 نفرشون از اون جمله سوم کس این کلین هم نامزد علمی فیزیک و متماتیک هستند من یک تاشون دخترچه کلانی نامزد علم های کیمیا هستند و پسرچه خردی از همه این نامزد علم های تکنیکی هستند در ساحه نانو کریستال ها این یکمین متخصصی هست که توانست در اساس پیوستگی های اکسیدی تیتانات بار تیتانات ترانس میگن این کریستال های بسیار کلاسیکی هستند توانست 14 قبطی نانو قبط هایی که هر یک قبطی و 20 40 60 همین قبط های
گوناگون تا 14 قبط کریستال حاصل کند. یعنی این چی معنی؟ این برای فیلترها، فیلتر در این چیزها را اساساً برای اگر آموزش اینها را اگر ما مونیم، این بسیار چیزهایی هستن که من هر یک قبط وی یک معلوماتی گوناگون میتید. یعنی استاد در خانه شما گرد خانه گسترده سخن بازم از کریستال است. بله بله، همه وقت از علم است. از علم است. همه وقت اونجا همه وقت دکتر کون در سایه خلسترین کار میکند و تاثیری کسلوتاهای ارگانیکی به این. من فرض کنیم اگر انسان گویند که خلسترین از زیاد شده یگان چیز، همه وقت میگویند که شما البته از کربینوی کسلوتا خورید و همین چقدر تاثیر میرساند. من هم آموزش ریاکسیون همین را و یا میآموزم و امروز هم دوام دارد این کارشون را کار کرده ایستادن. عموما من همه وقت کوشش کردم که فرزندا هم در ساحه علم کوشش کنند روند. این طلب شما بود؟ البته نه، این خودشون هم من بسیار شخصی و از آزاد من میگم که آزادانه خودتون قابلیت داشته باشید کنید، نداشته باشید نباشید جای دیگر رو نگیرید. تو حتی بود حالت هایی که پسر کلانی آمد اسپیرانتورا داخل شد در اینستیتوت. در آن دوره من جانشین دیرکتور بودم و دیرکتورم اونم بود و من دیدم که قابلیت ندارد. من خودم گفتم این قابلیت ندارد، جواب چیه؟ من خودم جواب دادم. فیزیک این علمی تجربوی، شیمی هم علمی تجربوی است. اگر شما یگان چیز حاصل نکنید، شما حقوق گپ زدن بسیار درباره بعضی معلومات‌های عمومی فقط گپ خالی زدن، عالم بی عمل، یعنی که زنبوری بی اصل گفتنی برین. من برای همینم کوشش میکنم که همه وقت یک چیز ایجاد باشد. ایجاد باید فهمانده دادن در کار. یک چیز است که در علم فیزیک همه چیزی که شما می‌آموزید باید به یگان قانونیت اطاعت کند. از فرزندان گفتید استاد، از محبت آنها به فن‌های دقیق، از نبیره ها چی؟ از مغز دانه ها؟ نبیره حال خورده هستن، حال طلبه، حال صنف 5 و 6. من خودم دیر زن گرفتم و پسرام گفتم که دیرتر زن گرفت. چون که حیاتی باید شما آموزید. در حیات شما برای چی زندگی میکنید، چی مقصد دارید و از این خلاصه برآورید و بعد حیاتی مستقل کنید. با راهبری علی محمد خالف 5 نفر اسپیران کارهای علمی کردند و از این 3 نفر علاقه حمایه نموده و 2 دیگر در عرفه حمایه رساله نامزدی هستند. عالم زیاده از 120 مقاله علمی تالیف کرده و در مجله های علمی وطنی و خارجی به مانند ژاپن، گرمانیا، ایران و روسیه به تب رسانیده. همزمان عالم در همکاری با دانشگاه ملی تاجیکستان، با دانشگاه تکنیکی به نام آسیمی و با دانشگاه دولتی مسکو به نام لومونوسوف در شهر دوشنبه یک چند کارهای دیپلمی، ماجستران و بکالورها را راهبری نموده و از فنهای کورس مخصوص نیز لکسیا خوانده است. همچنین عالم زیاده از 15 شهادتنامه اختراعکاری دارد که بادا حلالش. وضعی این صداقت به این زحمت. خلاصه کردید که شما از زندگی چی میخواهید؟ در این مرحله عمر علاقه میدونید که از زندگی چی میخواهید؟ من؟ بله. راستش اگم تو نگفتن که 50 سال در یک جا کار میکنیم، من فکر نکردم که او یگان روز نقطه گذاشتم در کارو 6 هم بعضی معلومات های یک کتاب نویسید یا یگان چیزی و نویسنده شوید. یعنی از علم تجربوی دور شوید، نویسنده شوید. کلی اکثریت حاضر حمایه نکرده علاقه نویسنده میشوند. چی می نویسن خودشون میدونن بسیار حالتو با. لیکن در بسیار موردها آدمان یک عمر برای یک اثر نوشتن مهنت میکنن. بسیار این چیزی مرکب است. بسیار مرکب است. بس زندگی بسیار مرکب است و اون مقصدهایی که میگذارید نه همه وقت اون چیزها میتوانند که اجرا شوند. از همون مقصدها استاد چی کاری بود که باید میکردید اما مثل که نکردید و چی کاری بود که باید نمیکردید اما متاسفانه که کردید؟ من خیلی مهنت زیاد کردگی در ساحه علمی که خودم
من باوری دارم که اگر همچون حسابات خودم تیم چقدر کارها رو من به سامان رسوندم. لیکن من نگفتم که این بس است. لیکن من هیچ وقت نمیگم که این بس است. و من قانع هم نیستم. قانع شدن نمیتونم. چون که ایجاد نباشد شما گپ زدن حقوق ندارید. بله. شما باید گویید که آدمان چیکار کردن، شما خودتون چیکار کردید. بله. چون که در منبر باید شما گویید که خودتون چی ایجاد کردید. چیکار کردید که شما از این منبر گپ میزنید. بودن در ساحه کلاسیکای فیزیکا ایجادات های زیاد است. من یک ساحه فیزیک است همه مرکب در این کوانتوی مکانیکی هست. این بسیار مرکب است. وقتی که شما یک لحظه این کتاب میخونید خیلی عالمان ایجاد کردن که هیچی نبود. یگان با واسطه لینیه که یک لینیه که حساب کرده قانونیت های یافتن که تا امروز در کامپیوترهای کلانترین حساب کرده نمیتونن. لیکن آدم ها قابلیت داشتن که همه علمای بزرگ ساحه فیزیک که همین کار ایجاد کردن. ما باید همه این چیزها را باید دانیم که کی کدام عالم تاجیک چیکار کرده است. من همه وقت میگم عالمی که یک هفته نزد کامپیوترت نروی همون کامپیوتر را نمیشناسد. عالمی که رابطه نمیشود دیگر. عالمی که نزد اسبابی که کار میکنید شما چین نکنید بعد یک هفته دیگر مواد چین کنید الکی شما را فریب میکند. شما هیچ کرده نمیتونید اسباب. باید اسباب هیچ کنید. من دست قطعی میقپید شما باید هیچ کنید که چه قپیدید. ادامه دستتون باید باشه. من یک مثال عادی من میبیارم. با دست بسیار کریستال های هستن در ساحه کریستال ها با میگذاریم. کریستال های هستن که بسیار گرمی گذرانی بلند رو دارن. از روی همینم با دست قپید معین کردن میتونید که همین این کریستال چی است این کریستال چی است. الماس اگر قپید و حرارت گذرانیش مثل آهن است. چون که آهن تیز میگذرد خنک میشه. استاد شما مطمئن هستید که کریستال به زندگی شما زیبایی آورده است؟ بله. تمام پوش دوستان عزیز او قدر عاشقانه او قدر با محبت از رسالت گفته زی این صداقت استاد. صداقت به کسب، صداقت به زحمت که شنیدنش از جانب ما همین قدر خوشایند بود. اگر توجه کرده باشید ما بیشتر خاموش بودیم و بیشتر به شما گوش دادیم و مثل که یک روزنه آشنایی را خیلی زیبا برای ما باز کردید به سوی همین علم بسیار نازک، علم بسیار تاریخ داشته، علم بسیار ضروری، علم بسیار نادر، علم بسیار زیبا فیزیکا در سیمایی در شکل همین یک ایجاد کرده خیش کریستال. سلامت باشید استاد. تشکر بر شما. حالتان باد استاد. در آغوش این وطن آزاده روزگار به سر بردن، از آب و هوایش بهره برداشتن، در فضایش آرامش داشتن، از میوه های خاصه در همین فصل سال پخته رسیدهش کام شیرین کردن. حالتان باد به حیث یک وطندار درباره آلودگی فردای وطن اندیشیدن و زحمت کشیدن و ایجاد کردن، اختراع کردن که رسالت دانشمند است. اختراع کردن. من یک خلاصه میگم که همین که کریستال این تمامی ساحه الکترونیک است. الکترونیک به کریستال نیست. کریستال این عصب است. من بینید فلشکا میگن. بله. و کریستال است که و چقدر معلومات در خاطر میگیرد. خاطرش است. سلامت باشید استاد. تشکر سلام بر شما. خلاص بیننده عزیز، علی محمد خالف صاحب علم است که روی راه زندگی و روی راه پرمشقت علم استوار ایستاده. از شیب و فراز نمی هراسد، زیرا رسوم راه رفتن را، شیوه راه زیستن را، مرهمبر داغ و درد شدن را و در همه حالت انسان ماندن را از قبلگاه، از پدر و مادر، از زندگی
و بالاخره از پژوهش و از تجربه انداخته کیسه نو بر او چی گفته؟